بابا خب شوگرم دوست داره ببینه. در این بیانیه به بی‌ثباتی اقتصادی کلان تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، گسترش فساد و شکل‌گیری ثروت و نمیذاره ببینی؟ خروج سرمایه انسانی و مالی از کشور هم؟ به عنوان برخی از چالش‌های اقتصادی ایران اشاره شده. خسیس. در بیانیه انجمن اقتصاد ایران به ضعف در حکمرانی عمومی و اقتصادی، ایجاد نهادهای ضد توسعه و اعمال قدرت در جهت منافع سیاسی به جای منافع اقتصادی مردم، فشار سنگین تحریم‌ها و نبود نگهداری تعاون اقتصادی گربه با کشورهای صنعتی توسط و اقتصادهای نبات پیشرو و ساختار اقتصاد رانتی، وجود عاشق بی‌جان گربه پنهان و مداخلات بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد به عنوان برخی از ریشه‌های وضع موجود اقتصاد چرا کشور تمیز اشاره شده. انجمن اقتصاد ایران در این بیانیه خواستار تغییر شادو اساسی در سیاست‌های داخلی و مامان از یه خارجی بچه سیه دیگه پیدا کرده.